برنده جایزه نوبل 2017 باید باشه، اشتباه نکنم، برید چک کنید. یه ژاپنی یه تحقیق کرده، چیزی که شما خانم‌ها خیلی در به در دنبالش، رو هورمون جوانی. این هورمون تو بدنم تولید میشه. کیا تولید میشه؟ این خیلی مهمه، همه دنبالشن. زمانی که شما فاستینگ دارید، گرسنه اید، وقتی گرسنه میشید بدن هورمون رو ترشح میکنه که اولین غذایی که اومد بره صرف رشد بشه، چون مهمتره. وقتی شما گرسنه اید بدن سلول‌های نیمه کاره رو مصرف میکنه، به سلول‌های سرطانی خود بدن حمله میکنه، میخورشون، چون اونا جاهایی هستن که منابع غذایی رو بیخود استفاده میکنن. وقتی شما پرخوری میکنید، دقت کنید، وقتی پرخوری میکنید برای بدن میصرفه که سلول‌های سرطانی وجود داشته باشن، فلز رو حفظشون میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما که یه بشقاب برنج میخورید یهو قندتون میره رو 400، میخواد بری تو کما، به خاطر بعد انسولین تولید بشه تو بدن که اونو بیارش پایین. از اون طرف هم بدن دستور میده به سلول میگه مصرف کنید این قند لامصب رو بیارید پایین. کیا بیشتر از همه مصرف میکنن؟ سلول‌های سرطانی. اصلا برای چی شیمی درمانی میکنن؟ شیمی درمانی یعنی سم درمانی. سم وارد بدن شما میکنن، چون سلول‌های سرطانی بیشتر مصرف میکنن بیشتر مسموم میشن، از بین میرن، بقیه بدنم پدرش در میاد. اما شما نگاه کن، یک سازوکار خود بدن داره، اینکه وقتی شما گرسنه میشید خود بدن حمله میکنه به اون سلول، میگه اینا بیشتر غذا رو دارن الکی حروم میکنن، اینا رو اول باید کار بندازن. 1400 سال پیش یه حدیث براتون بخونم. 2 چیز در یک بدن جمع نمیشود. امام علی علیه السلام. گرسنگی و بیماری. کشوری که بیشترین آمار سرطان در دنیا داره کجاست؟ بذار بهتون وقت رو تلف نکنم. 10 تا کشور اول سرطان تو دنیا اروپایی، آمریکایی. دانمارک، فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا. اینا که بهداشتشون فلانه. 10 تا کشور اول سرطانه. پایین ترین کشورها تو سرطان یمن. همین گرسنه ها، چه جالب، رابطه داری میبینی؟ بره گرسنگی و سلامت، نه سوء تغذیه ها، نه سوء تغذیه. میگه هر غذایی رو به اندازه بخور، درست بخور، هیچ چیزی مثل پرخوری بد نیست.